استاد ما همین ویدیو شما را بسیار تماشا میکنیم مقصد که فخر میکنیم که مثال یک تاجیک بعد همین قصالو پیدا شد در همه مسئله ها مقصد شد روشن گپ میزنه همین قصال نبود اگر که بدانه مقصد همه مسئله در نبود یکم مقصد داملایی که تاتی آدم ها اشکارا صحبت کنن بعد بسیار برادرها همین شما را استاد بهد گپای پست میگن هم خیلی بعد مخصوص یا برادر در برای شما بسیار مسئله وزبینگ میگه ما گپ همون را استاد با عقل خودم تحلیل کردم میگم اگر همین برادر همین سوراب لادینیان اگر ای کودکیش مثال گپ ای پای همیش شریعت های مثال ای پای حقیقت ای کسالو رفت خوند اگر همین بدبخت باشه ما حسابی نیست سایدایم ده اگر همین آدم قمیهنان که خلق دیگه یوردان دوست شریعت ده اگر همین بدبخت باشه ما مثال گپ ما کیم ما نش جواز دخیم ده شما استاد درباره همون شخصیت یگام سخن نمیکنین یا که نمیدونم که شما علمی و میترسین یا که مثال گپ نمی همون برادر یگام اون نمیگیرین همون کیه مثال گپ همه شما را مقصد یعنی نگلا میگه یا بدبخت کافی نه این سوس مقصد همین خیلی یگام هم چون یک برادر مسلمان یا عاطفت نمیتی استاد خب برادر عزیز اصلا گمان وظیفه اهل علم بیان شریعت است اما از سخن یگان که سلامت ماندن این چیزی مستحیل است یعنی غیر امکان است که یک آدم از سخن آدم ها سلامت ماند و این طبیعتی هم حیات دنیا هست هم این چیزی معروف در شریعت هست وأمر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك الله تعالی هم در سوره لقمان گفت که امری به معروف کن و نهی از منکر کن واصبر على ما اصابك بعد آن اذیت هایی که به تو میرسد به اونا صبر کن یعنی که امری معروف کی کردی نهی منکر کی کردی البته اذیت میبیاد و این چیز ما کو هیچ کسی نیستیم لیکن علمای اسلام مگر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از سخنی کسی سالم ماندن سلامت ماندن ابو حنیفه را تنقید کردند کافر گفتند و از امام ابو حنیفه بزرگ ها صحابگان کرام حضرت ابوبکر کافر گفتند حضرت عمر را کافر گفتند حضرت عایشه مادر مؤمن ها ده ها آیت در فضیلتشان آمد الله تعالی بر ضد آنهایی که تهمت کرد حضرت عایشه را پاک اعلام کرد لیکن با وجود همین از سخن مردم سلامت نموندن بنابراین خودی حضرت عایشه وقتی که پرسیده شدند که ای مادر مؤمن ها برای چی مردم حضرت ابوبکر و عمر را تنقید میکنند یعنی هست آدم هایی که پیدا شدن آدم هایی که نبودن در ابتدای اسلام نبودن ابوبکر و عمر را همه بزرگ میشمارید حتی بعضی علما گفتند که دوست داشتن ابوبکر و عمر این از اسلام است یعنی تعلیم دادن لازم است برای کودکا محبت حضرت ابوبکر و حضرت عمر صحابه ها حضرت انس هم گفتند که وقتی که ما شنیدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که المرء من احب یوم القیامه من احب یوم القیامه انسان روز قیامت همراهی دوست داشته اش هست ما بسیار خرسان شدیم حتی گفتند که یگان روز این خیلی خرسان نشده بودیم مثل آن روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیدیم که انسان روز قیامت همراهی دوست داشته اش است و ما گفتن حضرت انس رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست می‌داریم ابوبکر صدیق را دوست می‌داریم حضرت عمر را دوست می‌داریم و امید می‌کنیم که روز قیامت همراهی اینها باشیم اگرچه مثل اینها عمل نکردیم مثل اینها عمل کرده نمیشد لیکن به سبب محبتمان روز قیامت همراهی آنها میشیم یعنی صحابه ها تابعین اینا همه بزرگ میشماریدن بعد یک آدم های پیدا شد که نسبت اینها سخن های ناسزا میگفت بنابراین کسی حضرت عایشه مادر مؤمن ها رضی الله عنها و ارضاها را پرسید که ای مادر مؤمن ها بعضی آدم ها نسبت حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله عنهم سخن های ناجا میگوید گفتند که اون آدم هایی که ابوبکر را دوست می‌دارد عمر را دوست می‌دارد رضی الله عنهما و به گفته آنها عمل می‌کند و با آنها اقتدا کرده است این به میزان حسنات حضرت ابوبکر و عمر است
و این آدم هایی که آنها را طعنه میزند اینم به میزان حسنات آنها هست. یعنی آنهایی که غیبت میکند، گنده میکند، طعنه میزند، ناسزا میگوید، اینم به میزان حسنات آنها هست. یعنی اونها گفتن از دو طرف فایده میکنند. از دو طرف کسانی که با دستور آنها عمل کرد، با تعلیمات آنها عمل کرد، ثواب میگیرند، برای اینکه شریعت را رسانیدند. اینا خدمت های شایسته کردن به اسلام. حضرت ابوبکر از اولین روز اسلام تا آخرین لحظه ای که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا برآمد، خدمت دین، خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن. تمام مالشون در راه اسلام خیر کردن و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم خلیفه رسول الله شدن، جاینشین رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینا برای مسلمان ها و برای اسلام خدمت های عالی کردن. دستی دراز و دستی نعمت بر بالای ما دارد. هر کسی که عملی نیکت به اینها ثواب برسد، چون که اینها دین را رسانیدن برای ما. هر کسی که آنها را طعنه زد باز به میزان حسنات آنها است، چون که اونها که اهل بهشت شدن با دلالت با شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله، حضرت ابوبکر و عمر، اینا اهل جنت هستند. این در حدیث های صحیح ثابت شده است. 10 یار بهشتی. غیر اینها چند نفر آدم ها رو پیامبر صلی الله علیه و آله شهادت دادن که اونها اهل جنت هستند، یعنی که گناهشون بخشیده شده است و اون عمل های صالحی که کردن اونها محو گناهاشون نکرد. حتی حضرت ابوبکر پیش از اسلام هم کافر نبود، مشرک نبودن، بت پرست نبودن، عرق هم نوشیدگی نبودن. خب در این حالت اونهایی که طعنه میزند، به سبب طعنهش به میزان حسنات اینها اجر و ثواب بزرگ میبیاید. بعد این کاری که پیغمبرها از این سالم نماندن، یعنی از طعنه آدم ها. حضرت موسی علیه السلام، من پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زمان خودشان ساحر گفتن، سحرگر گفتن، دیوانه گفتن، مجنون، شاعر گفتن، هر چی گفتن. یعنی از سخن مردم سلامت نماندن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیگناه ترین خلق، معصوم، پیغمبر، افضل خلق صلوات الله و سلام علیه. حضرت موسی هم همین مشکلی داشتن. مردم اذیت میداد، تهمت میکرد، سخنهای ناسزا میگفت. بعد به الله تعالی شکایت کردن، گفتن که الله، من از توی خواهش دارم. خواهش همین که یعنی مرا بندگانت غیبت نکند، گنده نکند، تنقید نکند، عیب نکند، تهمت نکند. آخر حضرت موسی رو تهمت میکردن. فبرأه الله مما قالوا، الله تعالی پاک کرد حضرت موسی رو از آن تهمتی که کردن. بنابراین الله تعالی ما رو گفت که ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجیها. ای آنهایی که ایمان آورید شما نشوید مانند آنهایی که آذوا موسی را اذیت دادند، پیغمبری الله را اذیت دادند، تهمت میکردن، نعوذ بالله در مردیشان طعنه میزدن، تهمت میکردن، ناسزا میگفتن. فبرأه الله مما قالوا. بعد الله تعالی سفید کرد از آن تهمتی که در حقشان میکردن. الله تعالی اثبات کرد که این آدم از این تهمتی که شما میکنید پاک است. و کان عند الله وجیها، در نزد الله تعالی آبرو داشت، آبروی بلند داشت حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی گفتن که الله تو خواهش همین مردم مرا گنده نکند، تنقید نکند. بعد الله تعالی گفت که ای موسی، من اینها را آفریدم، من اینها را رزق میدهم، اینها مرا طعنه میزنند. انا ببینه یا بدبخت داریم در همین زیر نوارای ما فقط الله عرب می نویسد، الله تعالی را تنقید میکند. تاجیکی ما الله تعالی را حقارت میکنه. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم را هم حقارت میکنه، لیکن جرأت به الله تعالی هم میکنه. الله عرب میگه، نعوذ بالله. تاجیکی ما، یعنی الله تعالی میگه که من اینها را آفریدم. یک قطره آب، از یک قطره آب الله تعالی آفرید و اینها رزق دادم. اینها مرا حقارت میکنه، مرا دشنام میدهد، مرا اذیت میدهد. چی جای تو؟ یعنی این چیزی ناممکن است
کسانی که الله تعالی رو حقارت کردن دیگر مردم حقارت میکنن، دشنام میده، هرچی میگم. بنابراین این چیزی عادی است. و اذا اتتك مذمتی من ناقص فهی الشهاده لی بانی کامل. اگر یک کسی مرا تنقید کند که متبنی میگد، شاعر است، و اذا اتتك مذمتی، اگر مذمتی من از جانب یک آدمی ناقص بیاید، دان که من مکمل هستم. یا آدمی پست اگر منو تنقید کند، دان که من مکمل هستم. والله تعالی اعلم.